یو گایز همش مثلا یه اصلا خوش اومدید. این سال یه دیگه بعدیم سراغ بازی یورو تراک سیمولیتور 2 و با این افاش 700 فوق قشنگمون که اسم فعلا هستش با این خیلی ناز اومدیم همه 60 تن بال رو هم میگم یه بال که فوق خفن عالی اومدیم انگلیس و جای آدم ما با هم بریم با 60 تن فوق خفن هم کنیم این بال هم هستش بال اون هم اینه فکر کنم چیز باشه از این مانجید پا داشته باشه دقیق نمیدونم چیه و بشین داخل میشه استاد خفن بزنیم و بریم سراغ هر بار لاک هم استاد بیاد نداره که مثلا میسی بزنیم یه سراغ خب استاد خفن بزنیم من گیر بوکس هم 12 دنده انداختم بعد به دو تا بنده کمک در دو انگلیس هم هستیم و انگلیس فهمونه و این بره یا فهمونه این بره دیگه خیابونه برعکسن و فهمون همه چپ ولی باید فهمون دست همه راست باشه ولی فهمون همه چپ فعلا. خب این بعد خیابون خب دو زمان کوس بزنم حالا موتور رو بودم جلوی چشش نوار تیلر از خودمونه. خب دستی بکشیم باز بدیم حمله بکنیم اشتباه تایپ میشه فکر نکنم شانس کوه ما تیلر خودمون نمیشه متاسفانه شاید هم بشه نمیدونم نه تیلر خودمون نشد و الان مجبوریم روی تیلر دیگه ولی چه پاجی پشمام ماشین رو بگید به 60 تن بار خیلی زیاده خیلی زیاده 60 تن بار واقعا زیاده بارمون و بعد پاده بشیم متنمون خیلی طولانیه تقریبا 580 کیلومتر اگه اشتباه نکنم و اسکورت هم داریم و برم بزنم و عکس و فیلم که دارم میگیرم و بسته بدیم با کار زندگیمون. خب باشه گرفتم گردونمون هم روشن کنیم و یه مسیرمون رو من نگاه ندارم چقدر چند کیلومتر لاشی آدم های اتوبان خیلی لاشید. خب چند کیلومتر 456 کیلومتر. خب اینجا همین نگاه 60 تن بار و 19 ساعت هم 6 ساعت تقریبا مسیر داریم. خب میدیم 31 هم دورش میگوشیم اصلا بی نظیره جدا شده اونم میزنیم. باید خیلی مواظب باشیم نخوره این ور اون ور میزان خب من وسط دلاری رانندگی کنم سیوم زیاد میگیرم چون چیزه ممکنه بگید این بود دلیس رو بگید تو رو ببینید من حواسم به نفسه نبود اصلا ماشین قدر ناله بکنه ناله بکنه اینطوری آجوی هم وسط دوتا لاین رانندگی کنم که از این راه نگیره از این بگه نه اون بگیره. خب حدمون ساعت 48 داره حدم مجرد ما 50 تا میده. خب اینجا سبکه میکنم سرباداییه گردونه اونم روشنم باجی سید شت خیلی چسبونیمش با برو دیگه نمیت ها بگیرین نمیت دو چرا دو تا بدیم من تون هم سیف بگیرم که فقط حواسم باشه اگه مثلا بلایی سرم هست اگه سیف داشته باشیم. میدونم کار بسیار احمقانه که کردم که الان گذاشتم رو کروز گوش داده تا کروزش کردم ولی مجبورم بلند چون هم با کیبورد بازی میکنن نمیدونم گاز یه نواخت شده بدم
5 تا صورت رو از گروزرش میداریم، تخته میکنیم و کم کم این و وجود نازه میکنم. مرجوع هم واسطه تو دادن حرکت کنم بودم. جایی که داده هم گازش میدم فقط ماشینا. نه داخل استخدام اصلا واسه نشون دادن حواسم پرت شد. نه داخل اینجا سگ گذاشت، این مارکت افاش و این تریلر اینجا همین تو با بیدون کردیم. پشتن لوگو ولوو داریم، کپسول آتش‌نشانی و همه چی عالی. یه بخوام هم بیرون ماشین داشته باشیم. این به به میزان لحظه من با اشتباه تایید شد دیدم آینه داریم و همه داریم و بدون کامی کابین اینجا عکس میخواد. عالی اونم میاریم و همه چی تخته کن. آقا تخته کن. قشنگ تا ته دندان پر میکنم، فقط جایی که جا دادم پر میکنم. خدا شرمنده. یعنی نصف ماشین میگه این وقت شما در چیز من داشتم ماشین نگاه میکردم، حواسم به شما نبود. میکشه این مکوس تخته کردم فقط. سنگینه با 60 بار خیلی سنگینه این وزن. 60 بار باید 700 هست بخوره. 750 نهی بودم این چرا که داشتم 750 نهی بودم 700 بودم. این همه با 750 میدم سنگین کشی ما با 700 میدیم. چی میگه خاص باشیم دیگه تو صبح شد ساعت 4 تقریبا 55 دقیقه است. معکوس بکشیم تا دماشن کردم خاموش کنیم 98 تا بودش کنم داریم مثل سرباله مقداری 8 بود کردم. خب انازم 420 کیلومتر مسیر داریم. خیلی بی‌نظیرم عالی. یه 8 تا تپ کنم. لامصب سرباله نمیکشه اصلا، جونشون نداره که بکشه. بازم سنگینه. من الان 800 هم دادم جمع کم می‌بود. سنگینه بود. الان 60 دادم میام تو سرباله با 60 تن خیلی حرفه. همونجوری الان ساعت خدا رو بیشتر میشه بابا. برو سید داره کم میاره فعلا داریم میریم همینجوری هیچ مهمی فعلا. برو گفتم که سرپاینی دو پدری ساعت دو کش. خب بده نو من رو شیشه رو بیارم من هوا گرد. سینه کشی با 66 تا جمع ساعت هم بیشتر میشه. میدیم بالا سینه کشی رو باشه هم بدونم شد باش دیگه جوز عوض نکن. یعنی شد بیا بود میخوام ببینی من جوفا که نمیتونم مثلا اتوبان وایس کنم میکردم سرد خودت چه گوی بخوری. عجب حیوانیه. گاوه این امپسی رو والله گاوه.
باشی. شاید بدیم بالا این نو. خب خیلی دور بزنیم که همون میزنیم تا دومون میکشیم. دو پله تات کشیدم تا تایید رو روشن کردم. معکوس و 7 یه پله روشن خاموشش کردم. یه پله دیتا روشن میذارم. نه خیلی شیر کردم یادم یه وای میسیم میگه اینجا لازم یه پدر روشن میذاریم. شهرمنده داداشی ها کسی باشه من و یا علی که ترافیکی بگیریم از سیده گیریم سینه کشیه من اومد تا جایی که تونستم کشیدم این بر به در چی برید همین رو مکروس و یه درچی برید خود ماشین داره جیر میکنه یه درچی برید خود اصلا خیلی گاون NPC ها. خب اینجا پلیزا روشن میکنیم چون جوتای پیچ خیلی بده. یه معکوس دیدم میکشیم. خب من تا جایی که میتونم میام این بر که اونا بزن رد شن از اون بر. نه با جا اسکولی هم خواهد بالگی رو بزنم بیاد بالا. بودو با ته دمش گاز هنجا که جا داره فقط دمش گاز میدم اصلا وحشتناک میمایید بزی 45 تنه شد سیم ساعت پایینی دو پدریتات بابا بیشوده بید ردشید برید دیگه دارم تو باقالی ها دیگه کم کم حالا از این ویدیو بعد ویدیو آدمی بقید سرما خودم میمونم انرژیم کمه واسه مونه. ویدیو بعد اگه خیلی دوست داشته باشی ویدیو یوتیوب خیلی بیشتر میذاریم و با هم دیگه خیلی عشق میکنیم داخل ویدیو و کلی قرار بازی‌ها و ویدیوهای جدید خیلی بازی جدید بازی کنیم ویدیو جدید واسه بذارم و با هم دیگه عشق کنیم و شورت ویدیو اون حد نمیره یا ویدیو و حتما کانال سابسکرایب کنید و لایک کنید ویدیو در حالت کامنت واسه هم حتما بنویسید. خب تا بذارم اینجا خب تخته کردم با خیلی مسئلش بده 8 تا پر کن دادم 9 الان یه نگاه پشت در بندازیم این چه خبره ترافیک من داخل اصوما کشیدم که دارم نرسید حالا فردا من توی سرم من به کسی راه نمیدم این همه زمین بسد همه کسی راه نمیدم. خب الان سریع نتیجه بدم 8 دو جون میکنم یه بالا 47 46 تا ثابت دارم میده بالا تا ساعت هم بیشتر هم میشه 8 تا پر کن 8 تا 55 تا پر کرد دیگه داخل ساعت پایینی کم کم هنگی این رو باید دراز میدیم یه خود ریساز روشن میکنیم و ساعت پایینی رو نگاه میکشم یه اون باید باید گاب اصلا رد دادم خودم بودم من بودم این سال روشن میداریم و خدا سه یه از بو کشتی انداختم بخور معکوس میدیم میدیم نو کرم دارم مگه با تری تا روشن کردم اینجا پیشتش خیلی بده شیبش هم زیاد شده لحظه اینجا
میکنم بگیرم این که ته ماشین نگیره. شانس گل ما شد سربالایی، پیچ خیلی مزخرف و سربالایی، پیچ 90 درجه و سربالایی. 6 هول شد 34 تا میدیم 7. ماشین داره ناله میکنه، اصلا وحشت نکنه داره ناله میکنه. بیرون ولی انصافا چه منظره بیکتی. بذاشتم رد کنیم. انصافا منظره خیلی خوبه و اصلا با این ماشین هم مخصوصا هشتم پشت ده هم خوب واسه اولی بار رسیدیم ساعتم به 70 تا ساعت رو بکشید نام هستن با ما سیلی هم یه قدر نیش میگیدم من کمکش میدم اسم سربالایی. شانس ما هرچی پیش مزخرف سربالاییه، یعنی مثلا وایسی یعنی دیگه جون ماشین گرفتی، آقا وایسی تازه کم واسه پیچ جون ماشین هم گرفتی واسه چون سربالاییه. 324 تا هم مونده، 4 ساعت و 28 دقیقه. شد برام دو مسیرمونم و چقدرش نمی‌کنم. خب یا علی اینجا یه مقدار تخت هست، تختم نیست اصلا. راه گازی ندارم، مثلا اگه مثلا خودم بود همین اینجا مینداختم از اینجا میرفتم، اگه همه خودم سخت کنم بخوام از اینجا بدی تو پاده کنی اصلا تا جایی که اجازه میخوام بگذارم مثلا برسم خود ماشین جفا میگم ترمز اینجا مثلا اینجوری بگذارم. چقدر زباکمون سوزونده الان زباکمون نه دوربین پلیس با من دهنتو سایدم پلیس. خب 648 کیلومتر دیگه با این گازوئیلی که داریم میتونیم بریم. این نگاه من تخت نمیکنم، نگاه شده داره میسوزونه فقط، نگاه تخت کردم نگاه شیر آفتاب است، نگاه شده داره میسوزونه فقط نیک میزنه ای بنزین میخوره سریع. ساعت هم 6 دقیقه صبح اینا 6 دقیقه پایین هوا عوض شده. بس من جفتشون رو با هم بدم پایین، هوا داخل کابین عوض بشه. اصلا بیننده شدش میگنم خودش سرپاینیه بده، اصلا من دست نمیزم شدش میگنم خودش میگه نوایست این شرمو بدیم. شرمت دادم پادا بازن خطرش کردم دو پولیسی جریان میکنیم و بگذیم پیچه میدم جلوم پیچه و یک کرم دارم میگذم رو بازی کنیم. الان برمیگرده با 65 دقیقه پیچه بزنم. الان جلوی من واسه گاب میدم تو یه مدر بگاز جلوی پیچه 90 هم هست یا نه من معلوم باشه آقا اصلا یا اونجا پیچه 90 جلادی هم جلومون هست و تری تاد میگیریم تو اون سیدی هم ما گوش میزنیم. این لام هست. خب بنا آدم منظره چه منظره ایده اصلا با همچین ماشین خفنی این بالا اصلا ویو عالی ویو ابدی یعنی جلو عالی ویو ابدی پشتمون ترافیکی هاجی پشمام. من بیام این ورد میشن نه اسکوت پشتمون نمیذاره رد بشم مثلا اینه اسکوت پشتمون نمیذاره رد بشم نمیذاره رد بشوند چه اجازه دارم بهش میگذارم فقط تو برسیم حاجی مردم بسته شدیم حاجی دو تا بوغه رو با هم میخوام بگیرم. ساعت موزیک 72 تا نگاه دو ننده 55 تاش بود معکوس کشیدم ماشین بدون آره نگاه
94 تا 55 تا کامل یا آفرین دنتی بگیرم یه ویدیو خیلی دوست دارم دنتی و دنو پریمیوم بگیرم مخصوصا دنو پریمیوم یه چیز خیلی خفنی ازش دیدم یه کاستوم خیلی خفنی ازش دیدم خیلی باحاله جوفا بدیم دیزاد خوبه دیگه خیلی جوفا رفت 45 تا کلوس کردم خب چیز نمیشه عجیبه کار نمیکنه چیزم خواهم بگم واسه باده کار نمیکنم بعد وقت کار میکنم کار نمیکنم اینجا جو پیچه کار نمیکنم با بلکو کدوز بودو کار نمی کند هم بکشم این وری تا رد بشن بودو با بودو دیگه ناموسن با پا یکچه دوتر میرسید من واسه دارم زیاد کنم خشتک دارم بهش میگذم سرپانی بگذیم بهش 74 تا دندانه هول کردیم اتوموسیلی که نگهش داشتم چند تا گروزمان 55 تا حل میزان پیشه یه مدار ترمز بازاش جودی سبقت میگیرم دارم تون تو سیو هم میکنم اگه حواستون باشه لهش کردم یاد بگو مصران هم معذرت میکنم نگاه یه اولاغ اینجا هست نگاه این ما این نمیاد درد بشه سه موتور اینه خد خون دست همه در این ما اینجا کوی بخوره میتونی بیده هرچی بودو Ebico بدم آفرین بودو Ebico بدم بودو Ebico نیمه چراغ دیگه خاموش بکنم یه پله چراغ کوچیک هم باشم میدادم احتیاج شد با برید هرچی برید دیگه چند تایی مدام 55 تا کوزه همچون 60 تا آداپته شده الان با ماشین جلوی کروز کنترلمون خود آداپته سالم ماشینه اسکورتمون که هر جا فاصله اگر 20 متر کم بشه خودش ترمز میگیره از 30 متر البته پنج ستت کروز خاموش رو تخته کن برو ماشاءالله برو نگاه بنزین نگاه جوری میخوره بنزین یا بنزین گازوئیل جوری گازوئیل میخوره چرا مونده به اسم میگه خوبه خیلی دیگه نمونده اینجا دیگه همچین گازیدن ماشین داره به گازی میده کروز روشن کردم دستم میدارم این ور
نگیره. گمنو سرعت کروز رو بودم و 60. عالی. من دست نمادم این بر فقط که اون به این بر نگیرم. من دست نمادم این بر که اون بر نگیرم. فکرم خیلی مخصم بده فاصله آداپته میکنه خودش. ماشاءالله 60 درسته. 60 آداپته شده بود ماشین جلوی وسکوتمون مناسب شده سرعت 60 ستش کردم ولی هم 54 تا سرعتمون چون واسه رعایت کردن فاصله میرم 10 صبر کنیم درست گفتم نداره اصلا. اونجا رو کن تخته کن. خب الان رانندگی خودکاره اوتو درایوه باشه الان رانندگی میکنه. من خودی اوتو درایوه داشته رانندگی باشه وسط پیش داشتی خاموشش کرد. الان هرچی میزنی انتقال پیش هیچ کاری انجام نمیده قبول نمیکنه یعنی اون گو خود تو بگاز. آهان گو پدر فاصله اصلا گوش نمیدن کار کنه اوتو درایوش. الان کار میکنم. حواست هم باید فهمون باشه چون یه مثل داخل اونجا زیر داخل پیش میزن زیر فهمون نگه مرشه حالا یک چاقال کلا خاموش کنم. او 65 ساعت یعنی خودش من دست نمیزنم ماشین رو کروزه خدایش هم روشنه. من دنده دادم دو هم سیب گرفتم تمام شد رفت. آبای بیشتر از ترمز میگیره چون من صدش کردم این هم ترمز میگیره جون ماشین تو سرباده جون نداره. شو 70 تا آها الان ساعت هم 55 هست. شسته مرکوز موبایل میکشیم خاموش میکنیم. یه اتوبوس اصلا مثل گاب میاد دست هم بدم بود خوب هیچ قاطی باقالی یا اصول حاجی ناموسن خیلی خسته کننده. این واقعا کامینه که سنگینش میکنن و باید سنگ رو ترافیکی من دمشون گرم اصافا واقعا دمشون گرم واقعا دمشون گرم. خیلی مشی هم واقعا خیلی کار سختیه. و کلا همه کامینه دمشون به اختیار همه کامینه داده یه قلب قرمز داخل کامنت رو بذارید ببینیم. واقعا دمشون گرم واقعا دمشون گرم. نشسته
برام کار نمیکنه. خسته شدیم. یه ویدیو خبر میخوام بازم پرمیوم و رنوتی بگیرم انصافا. حالا هر چی رنوتی میاد داخل ویدیو ما. بگاز خدا رنوتی کروس بداریم. تو نمیدونم بچه آجی نگاه فرمون بشینی بلند میشه نگاه. جلوی همش نگاه فرمون بشینی بلند میشه نگاه. قشنگ فرمون بشینی بلند میشه. دست نمدم بید با بارم خود داشت. کلم گرفته خدا. خسته شدم اصلا دم دارنده کنم گرم انصافا، مخصوصا اونایی که با ترافیکی و سنگین کشی میکنن خیلی کار سخته. مثلا فکر مثلا واسه یه بار یک حالت عادی مثلا تو 5 ساعت مثلا میبریش، بعد واسه اون با ترافیک حداقل یه روز داخل راهی باید خیلی یواش بدی و خیلی چیه. اگه من بود تقریبا کردم 150 تا میدم مثلا 150 تا نمیده که تو پایینی باشه میده، پایینی استافی باشه میده. ولی شستاک ست شده الان اندی نو تو موتورمونه هیچ از دوست سرد نیست که بخوایم چیز کنیم. داره بودشن کردم فرمون میده خودش الان یه میده از یه فرمون یه تونه یه گاز بایدن تونتون هم سیل میگیرم دیم 10 شت یقدر ترمزان بادی انقدر ترمز گرفتم که چیز شد باد ماشین خالی شد. نگاه اینقدر ترمز گرفتم باد ماشین خالی شد. گردنمون روشنه یه اینقدر ترمزی گرفتم یه ریسات دیدن ترمزان بادی بادش خالی شد کلا. این همه بادش سریع پر شد. سریع بادش پر شد. حواسم برای این بادمون هم باشه که یو خالی. چقدر یه گازوئیل داریم؟ نگاه چقدر گازوئیل داریم؟ اندازه 448 کیلومتر دیگه گازوئیل هم 115 تا بیشتر مسیمون همونه دیگه خدا رو شکر. نه این چیه اینجا؟ بس داریم الان 115 میسوزونی یا بسم الله. من یه سری مصرف سوختمون ترکیبی 70 لیتر بوده، سری 70 سوزوندیم و الان در ثانیه داریم الان 60 50 تا میسوزونیم و این مصرف ترکیبمون 70 و نیم بوده. دما موتور 82 درجه، دما جوش 96 درجه. خب دمامون بدک نیست، بالا علاوه دمامون نگاه بکنید وسط گذشته بالا دمامون و بوست توربوشارژ همون سرعت لحظه‌مون دارشون رو میده و این هم خب فشار دوغن و پمپ بادمونه این دردشون کم میشه. این من ترمز بگیرم دردش کم میشه، کم میشه. 8 همون 9 به گاز ماشین. خب این کمرم خوش شد بهش هست بودم بهش 65 تا
میدونیم 70 تا الان آموزش کردم. من ایدم تا اون 3 میگیرم فقط. خب میخوام برم بشستم هر چیزی رو بزنم. خاموش شد. الان روشن شد. باز بادمون خواهی شده چی؟ کم دارم بود آنم. یهو دوموز هرچی باد دارم خالی میشه. کم دارم کلن کم دارم. هرچی باد دارم سریع خالی میشه. لام اصلا بودر برسیم دیگه. پوکیدیم. هم بازخواهی کرد. کپسولش خالی شد کلن. بودی آخرش دیگه مطلب زننیم بگادیم خوب بریم. دارم تخته میکنم سپر به سپر میخوام برم دیگه 84 که نمیشن نمونده دیگه تخته کنم برم. نجاداش هم خوبه. داره دو طرف هست دیگه. خوب حداقل 4 بانده بود ولی بیشترش 2 بانده بود. خیلی کم ازش 4 بانده بود و اتوبان بود کلا. بگادم تا هم بهش میگادم یا میچسبونم بشن ترمز دیگه هم میگادم من دوباره میگازم دوباره میچسبونم بشن دوباره ترمز میگیرم اینطوری تون بریم فقط هم بچسبونم بشن اوکی ترمز نگیر من میچسبونم بشون هم قصد ترمز بگیده بی شرف کلی کمرم خوش شد یه ناراحت نمیدی میزه من روشن کنم چند تا سته 60 دیگه داخل پیچ و چیزه فعال نمیشه یه خطا رو نمیخونه که خطا رو میخونه ولی گرم داره فعال نمیشه این حتی با 60 بدن اگه داخل ایده همون اسکوت خودش 220 میشه اصلا میده کامل خودش تنها میموند خب برو داشتی آره از شوخی میگم ولی واقعا هم دم اسکوت ها اگر که داخل ایران بانی برن میارن هم در راننده کامونه چون خیلی بابا واقعا اذیت میشید من داخل ماشین اسکوت ها اونا کارشون میگن ولی واقعا خیلی خسته کننده است من خودم داخل یه ویدیو من دیدم یه بار رو داخل 2 ماه طول کشید که از این برای آلمان ببرن اون برای آلمان این پشما خودم 2 ماه باری ترافیک خیلی حرفه 2 ماه داخل مرسیدس بشه فقط مثلا که طرف داخل یه هفته میدی و داخل 2 ماه خیلی حرفه مثلا داخل یه هفته من همینجوری میگم مثلا که داخل 2 هفته داخل 2 هفته مثلا مسیر میخوابی داخل 2 ماه طول بکشه با ترافیکی نه باید یواش بدی دیگه بگیره نه باید یواش بدی قانون رو رعایت کنی خیلی هم فکر کنم روزا باید مثل خیلی کمی بده یه چیز مشخص داریم مثلا روز چند کیلومتر بدی مثلا فکر کنم اگه اشتباه نکنم ایتاد روشن تو خیلی
اویکو لاغ خب بریم لاین عوض کنیم هنوز مضاف میکنم بود دیگه کلم روزه باید این بالا معلوم نیست اگه شب بود راحت‌تر میشه دهنه اسکوتو سرویس کرد خیلی هم ویدیومون طولانی شد تقریبا 40 دقیقه ویدیومشون شد دو گرفتن تا خشتکش با بودو خلاشی من اینم که سال 60 دار من 50 تا میاد 60 در من میبینی ماشاءالله یه دستی نکشیم این تا کم دارم دستی نکشیم این پیشی دارم باد من خالی میشه نگاه یادش کم میشه شکستون خدا کم دارم کم اصلی اخمو تمام اسکوتو شده نگاه که بادش برای خالی شده کم همین نگاه لاشی بشه از سون برو قیمت ساعت پایینی هرکی نگذه خرده برو 17 تا دیش یه که نیو دوشتر همون برو بالا یادم تو خشتکش برو بالا شو بس کنی خب حد شو برو دیگر من میدم همه ایون یه رو حق هست میدم ترمز گوه 48 ایوه 20 تا میده به قرآن بعد انقدر کمه بوج ایش بده بکنید تو میدم البته انگلیسیم بوجش یه بکنید تا مثلا بوج میلاد بوج میلاد فرو میکنی داخل این اصلا اینقدر اذیت میکنن دستی کشی از صدا باد در میاد صداش در اومد خب یه لگه بعدی افتاد سیستم که من داخل شهر میگه رسیدیم اگه خدا بخواد رسیدیم سآل هم میگه رانندگی کنیم میگه رسیدیم کارش نمیرسیدیم تو راه بودیم خوش بودیم دوار لاکت خوش بودیم طرف میگه استادم خب و دو دار استادم ماشاءالله برو شهری هم بیشون نیستیم برو جاده بزنیم برو شهری بزنیم برو اینا شیشه میکشن به قرآن مجید به پرنده می آید و کفتر می آید یک دانه دختر از اون بالا کرد برو رد دادم من داخل یه ویدیو تا قد اول نویسم هر که بایستم ای بد برو 45 دقیقه ویدیو شد واقعا تا ویدیو بسیار زیاد شد من اینجا سعی میکنم ادیت در بیارم با سر بالایی برو پخمان برو بالا تو شهر به درکی تو شهر برو آجی شد بالا اینجا مردم خواه بسنش بده اشما نگاه بندر ها بسنش بده و
بنزین گازوئیل میگم بنزین گازوئیل هم به اتمام میرسه و 200 لیتر بیشتر گازوئیل نمونده واسمون، اندازه 300 کیلومتر بخش اندازه 300 کیلومتر گازوئیل بیشتر نمونده. اما بدم یعنی بدم اوش بچه آدم این تنده دو سنگی دیدیم. تشت بجور افتضاح در رفت. خیلی بد تشت در رفت. یه بلند شد نشست خیلی بد در رفت. سو جا داد من دیگه یک راه میفته میخواد دستی باشم دستی بالا گیر بودم بالا کم دارم میکنیم خوشیش هم بودیم بالا کامی روشن میداریمش میاد بالش باشه بعد همون شد و چقدر پول داد 28,000 تا آمپول داد 28,000 یورو آمپول داد و این به خواب نماشه بدم این بالا نمیاد این خواب نشه بالا و خب خیلی نام که در جدی هر ما بودید لایک ناستاز گردن کانتاس هم بسید تا ویدیو بعدی یا حق